سلام علیکم. علاقمندان کانال یوتیوب میلاد خلیلی. 40 اخلاق و رفتار نیک پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم را تقدیم شما عزیزان می‌کنم. نظریات نیک خود را با ما شریک بسازید. برای ویدیوهای آموزنده ما لطف کنید کانال یوتیوب ما را سابسکرایب و لایک کنید. 1. دائما متفکر بود. 2. اکثر اوقات ساکت بود. 3. خلقش نرم بود. 4. کسی را تحقیر نمی کرد. 5. دنیا و ناملایمات هرگز او را به خشم نمی آورد. 6. حقی که پایمال می شد از شدت خشم کسی او را نمی شناخت تا اینکه حق را یاری کند. 8. هنگام اشاره به تمام دست اشاره می فرمود. 9. وقتی خوشحال می شد چشمها را به هم می نهاد. 10. بیشتر خنده های آن حضرت تبسم بود. 11. همیشه می‌فرمود حاجت و نیاز کسانی که به من دسترسی ندارند را ابلاغ کنید. 12. هر کس را به مقدار فضیلتی که در دین داشت احترام می‌کرد. 13. با مردم انس می‌گرفت و آنان را از خود دور نمی‌کرد. 14. در همه امور اعتدال داشته و افراط و تفریط نمی‌کرد. 15. زبان خیش را از بیان سخنان غیر ضروری کنترل می‌کرد. 16. در انجام وظیفه به هیچ وجه کوتاهی نمی‌کرد. 17. با فضیلت‌ترین فرد نزد پیامبر خیرخواه‌ترین آنان برای مردم بود. 18. پیامبر در هیچ محفل و انجمنی نمی‌نشست و بر نمی‌خواست جز آنکه به یاد خدا باشد. 19. هنگامی که بر جمعی وارد می‌شد، هر جایی خالی بود می‌نشست و به یاران خیش دستور می‌داد این گونه عمل کنند. 20. هر کس برای رفع نیاز رجوع می‌کرد، نیازش را برآورده می‌کرد یا با کلام دلنشین آن حضرت قانع می‌شد. 21. رفتار پیامبر آنقدر نرم بود که مردم او را همچون پدری دلسوز و مهربان می‌دانستند و حق همه مردم نزد آن بزرگوار یکسان بود. 22. مجلسش مجلس بردباری، حیا، صدق و امانت بود. 23. عیبجو نبود و از کسی هم تعریف زیاد نمی‌کرد. 24. پیامبر نفس خود را از 3 چیز پرهیز می‌داد: جدال، پرحرفی و سخنان غیر ضروری. 25. هرگز کسی را سرزنش نمی‌کرد. 26. در پی لغزش‌های مردم نبود. 27. سخن نمی‌گفت مگر در جایی که امید ثواب در آن وجود داشت. 28. سخن کسی را قطع نمی‌کرد مگر اینکه از حد متعارف تجاوز می‌کرد. 29. به آرامی و متانت گام برمی‌داشت. 30. کلامش مختصر، جامع، آرام و شمرده بود و آهنگ صدایش از همه مردم زیباتر بود. 31. رسول خدا صلی الله علیه و سلم شجاعترین، بهترین و سخاوتترین مردم بود. 32. پیامبر در تمام حالات و در برابر همه مشکلات شبیبا بود. 33. پیامبر بر روی زمین می نشست و غذا می خورد. 34. با دست خیش کفش خود را وصله می زد و جامه خود را با دست خود می دوخت. 35. آنقدر از ترس خدا می گریست که جای نماز آن حضرت نمناک می شد. 36. هر روز 70 بار استغفار می کرد. 37. لحظه ای از عمر با برکت خیش را بیهوده نمی گذرانید. 38. دیرتر از همه مردم به خشم می آمد و زودتر از همه راضی می گشت. 39. با ثروتمندان و تهیدستان یکسان دست می داد و مصافحه می کرد. وقتی به کسی دست می داد بیش از او دست خیش را باز نمی کشید. 40. با مردم شوخی می کرد تا مردم را خوشحال سازد. کانال یوتیوب را سابسکرایب کنید.